قصه سلیم چه قصه ای هست که عبرت آمیز است برای همه زنهای روی دنیا. موردی گفتنش آمد، نگاه کنید که در کدام حالت سلیم با شوهر خود خانه‌داری میکند. کدام حالت بالای سلیم آمده بود. سلیم این مادر انس است. حضرت انس مادرش سلیم بوده. پدر انس وقتی از دنیا میگذرد، سلیم به شوهر میماند. یک زمان از سلیم سپری می شود از مادر انس و مادر انس شوهر می کند. شوهر دوم او ابو طلحه می باشد. ابو طلحه بسیار آدم خدا ترس بودند، بسیار آدم خدا جوی بودند و باغ کلان هم داشتند. میگوید وقتی که ابو طلحه را گرفت، بعد 1 سال گذشتن سلیم باز صاحب یک فرزند شدند از این شوهر دوم که این فرزند را نامش را گذاشتند عمیر نام گذاشتند. عمیر میگوید روز به روز دسترویک میشد، کلان میشد. چی در نزد پدر مادرش عزیز بود، بسیار پدر و مادر دوستشان میداشتند. حتی پیغمبر خدا میگد گاه می آمد همین عمیر را میگد، همین فرزند ابو طلحه را نوازش میکرد، با او بازی میکرد، او را مذاق میکرد. باری میگد همین عمیر بیمار شد، بیماری تب. ابو طلحه میگد روزا روزدار بود، بیگاهی به خانه می آمد و میپرسید که عمیر چگونه است، از حال او میگه خبر میگرفت. گاه روز میگه تبش بلند میشد، گاه روز تب عمیر پس میشد. خاصه از بین هفته گذشت یا 2 هفته گذشت، یک روز میگه همین ابو طلحه از پی صحرا شدن، از پی کار شدن که فرزندشون عمیر تبش بلند شد. تب بلند شد و مادرش سلیم اطراف فرزندش میدوید، دوایی میکرد، دوستداری میکرد، آب خنک می آورد. لیکن قضای الهی بوده است، عمیر از دنیا میگذرد. میگه قسمی بیگاه بود، آمد ابو طلحه بود. در حال میگه این سلیم این فرزند خود عمیر را میگه غسل داد، تازه کرد و در کفن میگه گرفت و برد در خانه دیگر گذاشت. وقتی بیگاه شد میگوید که این ابو طلحه که آمد پرسان کرد. اولین سوالی که کرد حال عمیر چگونه است، فرزندمان چی خیل شد؟ سلیم چی جواب دادن؟ میدانستند که ابو طلحه روزدار است. گفتن امروز نظر به پیشینه کاملا خوب است و الحال ابو طلحه استراحت دارد، خوب می شود که از حال او دیگر خبر نگیری. ابو طلحه میگد با یک دلی پور چیکار کردن؟ رفته در خانه ای که دائم طعام میخوردن نشستند و سلیم میگوید طعام آوردم، روزه را کشادند. شب میگوید در پهلوی این ابو طلحه خواب کردم و حتی با ابو طلحه خانه‌داری کردم. کی میتواند؟ چگونه زن میتواند که در خانه‌ای که در پهلوی او هست، فرزند او وفات کردگی هست، یگانه فرزند او، در همین خیل حالت باز شوهر خود خدمت میکند، با شوهر سیر آشکار نمیکند. برای چی؟ تا که ابو طلحه روزدار است. اگر من گویم که وی وفات کرده است، این الک غمگین میشود، یعنی اشتهای او میگردد، طعام نمیخورد و ضعف و بی‌قوتی ابو طلحه را فرا میگیرد. گفته چی یک نیت های نیکی در مینه سری سلیم دور میگشت. همون شب خانه‌داری کردند. میگه قسمی سحر شد. زنهای اون زمان عادت داشتند که پیش از شوهر میخیزند و آب طهارت برای شوهر آماده میکردند.
امروز کم است آن زنهایی که برای شوهر آب طهارت گیرند. کم است. شوهر میخیزد خود میرود طهارت میکند تا حال زن خواب است. بعض زنهای دیگر حتی که اگر آمده جماعتی بامداد میخوانیم میریم تا حال بر زگا خواب است، بیدار نیست. اونها این عادت نداشتند، در حال میگد بیدار شدند، از پهلوی شوهر خیستند، به نیت آب طهارت خیستند، لیکن مادامی که مادر بودند دلشان طاقت نکردند. گفتند ابو طلحه گفتند اگر مبادایی که یگان کس یک ودیعت یک امانت به ما و شما دهد، مثل خواه بیل است، خواه تیشه است، خواه لباس است و یک مهلت برای او به ما و شما جدا کند، آیا او را گرداندن دادن لازم است یا نه؟ ابو طلحه گفتن البته امانت باید خیانت کردن در کار نیست. امانت چیزی هست که باید در حال به صاحبش گردانده شود. گفت ابو طلحه گو آگاه باش که امشب همون امانتی که فرزند ما و شما عمیر بود جان را به حق تسلیم کرده بود. من نخواستم که تو را آگاه کنم، زیرا تشویش بالای تو میشد. تو آدمی روزدار بودی، تو آدمی مانده بودی، از این خاطر من وی را غسل دادم، کفن کردم، الحال برای تو خبر میدهم. ابو طلحه میگوید غضبناک شدند، از جای خود خیستند و دوان نزد استاد خود، معلم خود، سرور خود، راهبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روانه شدند. آمدن نزد پیغمبر شکایت کردن پیغمبر خدا این حالت دیروز بیگاهی بالای فرزند من رخ داد، لیکن زن من این حالت را برای من بیان نکرد، این چی میشده باشد؟ پیغمبر خدا گفتن خوش به حالت ای ابو طلحه که چی زنی مسلمان را تو صاحب هستی. امشب این خانداری که شما کردین پیغمبر خدا به نور نبوت دانستند، گفتن از این نطفه شما، از این خانداری شما بی نهایت فرزند خوبه به دنیا می آید. صحابه ها حکایت میکنند که وقتی پیغمبر از دنیا گذشتند این زن فرزند را تولد کرد به نام عبدالله، که بعد این عبدالله میگوید باز 8 بچه دیگر تولد شد، 9 بچه شدند که همه اینا حافظ قرآن بودند. همه این به خاطر چی آمد؟ به خاطر احترام شوهر آمد، احترام ام سلم از برای شوهرش آمد. این 9 تا حافظ قرآن، این هزل نیست، این شوخی نیست. خداوند با همون زن نصیب میگرداند که اگر احترام شوهر داشته باشد، با قدر شوهر میرسیدگی باشد. چگونه زنهای خوبی بودند، چگونه زنهایی بودند که با شوهرهای خود این گونه معامله ها را میکردند.